کبر و غرور از بیماری های قلب است. خود را تعریف کردن، تنها فکری من درست گفتن، گریختن از نصیحت، مردم را پس شمردن، به طرف آنها داد زدن، همه اینها بیماری است که به نفس انسان خطرناک است. انسان را به خسارت و هلاک شدن دچار میکند که این کبر و غرور است. کبر و غرور مردم زیادی را از حق دور کرد، راه را برایشان بست و مهمترین سبب کبر و غرور این نشناختن الله سبحانه و تعالی و قدر آن و کمی علم درباره اسما و صفات الله سبحانه و تعالی است. حقیقت نفس را نشناختن و عیب و طبیعت آن را ندانستن است و گناهان را فراموش کردن، فخر کردن با نسب، مرتبه و بسیاری مال و ملک است. تعریف درجه مردم را برداشتن پیش از کمالات علمی و تربیوی. باید بدانیم که تا تمکین گرفتن کبر و غرور به نفس به صاحبش بدیها و ضررها می آورد. از جمله آن محروم شدن از توفیق و هدایت قلب انسان را اصلاح کرده در آن سعی کوشش را پیدا میکند، همچنان که الله سبحانه و تعالی فرمود و آنان را که در راه ما جهاد کردند البته بر راههای خود دلالت میکنیم. سوره عنکبوت آیه 69. تنبلی و سستی کردن در کار انسان را به فکرهای می آورد که گویا آخری کارش باشد. کبر و غرور از بیماری های قلب است. گریختن مردم از چنین انسان و بددیدن آن. تغییر یافتن انسان در وقت سختی ها که شخص غروردار در این وقت از تعریف خود باز می ایستد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت: ترس از پروردگار علم است که آن بسنده است و فریب الله جهل است که آن بسنده است. الله سبحانه و تعالی از وصیت های لقمان حکیم که به فرزندش کرده بود چنین فرمود: و رخساره خود را از مردم متاب، یعنی به تکبر رو متاب، و در زمین با ناز و بالیده راه مرو، به درستی که الله تعالی هر نازنده خود ستاینده را دوست نمی دارد. سوره لقمان آیه 18.